بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر بالاخره مجبور شدی که هویا و سوفر را به شغل‌های سابقشان برگردان. با داشتن مسئولیت پیشکاری دیگر نمیتوانستم به شغل‌های پیشین خود کتابخوانی و سفره‌داری هم بپردازم. اگر اجازه دهید گزارشی از کارهای روزانه را به عرض برسانم. ما تو را به پیشکاری خود منصوب کردیم که غم چگونگی اداره امور قصر را نداشته باشی. تو نیازی به عرض گزارش نداری. ما به تو اطمینان داریم. امیدوارم لیاقت این همه اطمینان و اعتماد را داشته باشم. لیاقتش را داری. اگر نداشتی به این جایگاه نمی‌رسیدی. شانه اگر بر فرق سر می‌نشیند از آن روز که گره گشایی می‌کند. یوزارسیف هم در قصر مشکل گشاست و هم مورد اعتماد. عجیب است. زلیخا با آن غرور اشرافی که دارد معمولاً از کسی تعریف نمی کند، چرا که خود مورد توجه همگان است. بیشک
تو با برانگیختن تحسین زلیخا تحسین همه ساکنان قصر را نیز برانگیخته ای. من یقین دارم که یوزارسیف اکنون بر قلوب همه ساکنین قصر حکومت میکند. من خود را لایق این همه لطف نمیدانم و اگر کاری انجام گرفته ادای وظیفه بوده. اگر جناب پوتیفار اجازه دهند از حضورشان مرخص شدم. تو برای رفت آمد در این قصر نیازی به اجازه نداری. هر لحظه که اراده کنی میتوانی بروی یا بمانی. سپاسگزارم. اتفاقی افتاده؟ یوزارسیف پیش از این با ما مهربان و صمیمی بود، اما مدتی است که حتی نگاهش را از ما دریغ می‌دارد. اطمینان دارم هرچی که هست مربوط به شرم و حیای یوزارسیف است. و اینک کودک نیست. نگاه به چهره زنان زیباروی را دور از اخلاق و ادب می‌داند. من این رفتار او را اهانت تلقی می‌کنم. شاید بیم آن دارد که با نگریستن در چشمان زیبای زلیخا شیفته او شود. شما همیشه همه چیز را به مزاح می‌گیرید. من به جد گفتم. از تیر نگاه زیبارویان باید برحذر بود. رفتار زلیخا و یوزارسیف عادی نبود. آیا چیزی هست که من از آن بیخبرم؟ شب نزدیک است و من خستم. میخواهم استراحت کنم. کسی مزاحم نشود. شما استراحت بفرمایید. من اینجا هستم بانو. نیازی نیست. تو نیز میتوانی بروی. خداوندا خودم را در پناه تو قرار میدم. من ضعیفم و در برابر فتنه های شیطان وسوسه‌گر هیچ پناهی جز تو ندارم. همه توفیق من در اداره امور، محبوبیتم در جذب قلوب از ناحیه توست. از تو میخواهم که هیچگاه به حال خود رهایم مکنی. پروردگار من، مبادا که در تار پود این دامهای گسترده گرفتار شوم.
هیچ یاری کننده ای نداشته باشم. خرفته کودن، از جان من چه میخواهی؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ پوزش میطلبم بانو، مرا ببخش، مجبور بودم. دیدید؟ نگفتم او خدایان ما را پرستش نمی کند، نگفتم او کافر است. باید کاهن بزرگ آنخماو و جناب پوتیفار را به اینجا آورد تا حقیقت را از نزدیک. اگر کلمه ای از ایمان یوزارسیف را جایی بازگو کنی و خطری برای جان او ایجاد کنی، خودم جانت را میگیرم. من یوزارسیف را زنده میخواهم، به ایمان او هم کاری ندارم. شنیدی؟ ولی بانو، من برای شما نگرانم. او ایمان شما را نابود خواهد کرد. اینها به تو مربوط نمی شود. اگر ندیمه من هستی، باید مطیع من باشی. اگر میخواهی به میل خود رفتار کنی، بگو تا تکلیفم را با تو روشن کنم. چشم. من نه چیزی از یوزارسیف دیدم و نه شنیدم. به شما اطمینان میدهم که حفظ راز کنم. خرفت کودن پیشنهادی دارد. گوش میکنید؟ چرا همانند یوزارسیف به خدایان خود پناه نمیبرید؟ چرا چاره کار خود را از آمون بزرگ نمیخواهید؟ درود بر بانوی بزرگ. چه شده این وقت شب؟ برای عبادت آمده ایم. ای آمون بزرگ، در صورتی که یوزارسیف را به دست آورم، هدایا و نذورات زیادی را به پای تو نثار خواهم کرد. من جز تو خدایی ندارم، یاریم کن. من او را دوست دارم. او مال من است، زر خرید من است. کاری کن از فرمان من اطاعت کنم. چی شده است بانوی بزرگ؟
این وقت شب آمون خواب است. نباید در این وقت شب برای ایشان مزاحمت ایجاد کرد. به شما قول میدهم در صورتی که دعا کنید تا حاجتم برآورده شود هدایای زیادی تقدیم شما و آمون کنم. صبح هم می شد این تقاضا را از آمون کرد. این آمون را به امانت میبرم. میخواهم امشب با او راز و نیاز کنم. نمیدانم چرا آمون یاریم نمی کند. مگر من الهه معبد او نیستم؟ بانوی من، اگر یاری آمون نبود شما از این همه عزت و احترام برخوردار نبودید. آمون است که شما را بر همه زنان مصر برتری و بر همه اهالی قصر سروری داده است. چرا یاوه میگویی؟ کدام برتری؟ کدام سروری؟ مرا در نظر برده زرخری چنان تغییر کرده است که گویی سرگینی متعفن هستم که حتی به نیم نگاهی نمیارزم. سروری بر قصر و شهر پیشکش مرا فقط بر این برده عبرانی سروری دهد، برایم کافی است. عجیب است، چرا این همه از خود ضعف نشان می دهید؟ شما بانوی این قصر و مالک یوزارسیف هستید. یک ارباب می تواند در مورد برده خود هر گونه تصمیمی بگیرد. چرا به جای گدایی محبت از اقتدار و اختیار خود بهره نمی گیرید؟ به راستی محبت یک برده برای من چه ارزشی دارد؟ من خود او را می خواهم که بی تردید در اختیار من است و جرأت سرپیچی هم ندارد. ای آمون بزرگ، مرا در رساندن به این غلام عبرانی یاری کن. اگر عنایت فرموده مرا به یوزارسیف برسانی، صدها سکه هدیه به معبد آمون خواهم کرد. این اتاق را به بهترین شکل ممکن بیارای و مرا خبر کن. سیتنه؟ دخترم سیتنه؟ سیتنه؟ صدای کسی این شما را آزار می دهد بانوی من؟ نه، از اینجا عبور می کردم که صدای کسی را شنیدم. چه شده؟ چرا گریه می کنه؟ نمیدانم. هم شکمش سیر است و هم لباسهایش تمیز. با این همه نمیدانم چرا گریه می کند. عجیب است. چند روز پیش جناب یوزارسیف کیسین را نوازش کرد و او در دم ساکت شد و خندید. دست نوازش یوزارسیف برای همه آرامش بخش است.
شما این وقت شب اینجا چه میکنید؟ شاید من هم مثل سیتنن بیخوابی به سرم زده. یوزارسیف را به اینجا بخوان و وقتی وارد شد تمامی 7 در را ببند. تاما و تیامنی و بقیه کنیزها و برده ها را هم از اینجا دور کن. بانو زلیخا شما را احضار فرمودند. شما بروید، خواهم آمد. پس من نزدیک راهروی 7 در منتظر شما هستم. خدایا تنهایم بگذار، جز تو کسی را ندارم. باز چه شده سیتنه؟ چرا کیسین گریه میکنه؟ هرچه میکنم آرام نمیگیرد. شاید دوست دارد به دست شما آرام شود. پس چرا آرام نشد؟ شاید این گریه و ناآرامی دلیل دیگری دارد و شاید روح لطیف او خبر از واقعی شوم میدهد. آیا حادثه شومی در حال وقوع است؟ آیا کیسین از این واقعه ناراحت است؟ من نه دلیلی برای بیگناهی خیش دارم و نه ندیمه‌ای که به نفع من شهادت بدهد. پس محکومی و باید مجازات شوی. من از پیش محکوم به خیانت هستم،
اما حقیقت همان بود که گفتم. او مرا احضار کرد و قصد مراوده با مرا داشت. من شاهدی جز خداوند خیش ندارم. تو وارد خلوت زلیخا شده ای. کریم ما شاهد است. همه میدونم بانو زلیخا مقصر است، اما چه کسی جرأت شهادت دارد؟ شاهدت را بگو اینجا حاضر شده و شهادت بدهد. خدای من در این لحظه شاهد هست. اگر تنهایم بگذارم سخت‌ترین آزمون را از من به عمل آورده است. تو که نمیخواهی سخنان این برده را بپذیری. اگر بیگناهی خود را نتوانی ثابت کنی، همین لحظه جان خود را از دست خواهی داد. عالی جناب، من دیدم که یوزارسیف از راهروی قصر آمد و با کیسین، همین کودکی که همکنون صدای گریه‌اش را میشنوید، کمی بازی کرد و بعد وارد راهروی هفت‌در شد و در را بست. من در اتاق خود در حال استراحت بودم که او را بالای سر خود دیدم. فریاد زدم و کمک خواستم و او پا به فرار گذاشت. رودامون را به اینجا بخوان. یوزارسیف باید همینجا مجازات شود. من شاهد دارم. کجاست؟ شاهدت کیست؟ همینک او را احضار کن. حتما شاهدی را احضار خواهم کرد که نه من را میشناسد تا پشتیبانی کند و نه بانو را که دشمنی کند. او توتیوار خواهد گفت و اصلا نخواهد فهمید به نفع یا زیان چه کسی سخن گفته است. از طرفی از بستگان بانو زلیخا است. بیشک شهادت او باید به نفع بانو باشد. بگو کیست؟ پیش از آن که مجازات شوی او را احضار کن. شاهد من کودکی است که صدای گریه‌اش را میشنوید. تو مرا به تمسخر گرفته ای؟ از شما تقاضا دارم به پاس همه خدمتی که در حق شما کردم این کودک را به اینجا بیاورید. یک نوزاد میخواهد شهادت بدهد؟ عمه‌زاده من؟ مانعی نیست. بگویید بیاورندش. درود بر عالی جناب پوتیفار. این دختر عمه من سیتنن و این هم کیسین. بگو شهادت بدهند. کیسین سخن بگو. آنچه خداوند به تو آموخته بگو. کیسین سخن بگو. فرمان خالق یکتا کلام او را میگویم. اگر پیراهن از پیش دریده زلیخا بیگناه و یوسف گناهکار است و اگر پیراهن از پشت دریده شده
زلیخا مقصر و یوسف بیگناه است. تو چگونه حرف زدی عزیز مادر؟ تو با گریه های خود میخواستی مرا فریب بدهی. به راستی که مکر شما زنان بسیار بزرگ است. من از تهمتی که به تو بستم پوزش میطلبم. امیدوارم که از من و زلیخا بگذری و این ماجرا را برای همیشه مکتوم بداری. هیچ کس حق ندارد از این ماجرا با کسی سخن بگوید. اگر کسی این ماجرا را برملا کند به شدت مجازات خواهد شد. بروید. چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ یک کودک، کیسن، فرزند سیتنن، به سخن آمد و همه چیز را برملا کرد. اگر یک نوزاد میتواند سخن بگوید، اما گفت. آخر چگونه؟ من هم نمیدانم. یوزارسیف از او خواست و او به سخن در آمد. عجیبتر آن که کودک گفت به اذن خدای یکتا سخن میگویم. این سحر است. اگر حقیقت هم داشته باشد جادویی بیش نیست. یوزارسیف نه تنها ساکنان این قصر که این کودک را هم سحر کرد. هیچ کس جرأت شهادت علیه مرا نداشت جز این کودک. جادوگری است. یوزارسیف یک ساحر است و باید او را در بس کن کاری ماما. مگر این درها قفل نبود؟ پس او چگونه گریخت؟ باور کردنی نیست. او اصلاً به این قفل‌ها دست نمیزد، اما درها باز میشدند. به خودی خود؟ نگفتم او جادوگر است؟ جادوگر نه. من از کودکی او را بزرگ کردم. او هرگز نزد هیچ جادوگر و ساحری نرفت. پس این این کودک به راستی این یوزارسیف کیست؟ سیتنن؟ امری دارین عالی جناب؟ تو چگونه سخن گفتی؟ هنوز باور نمی کنم. تو اینجا چه میکنی؟ چه شد که به قصر آمدی؟ من از منفیس برای دیدن زلیخا به اینجا آمدم. نمیدانستم این اتفاق میافتد وگرنه نمی آمدم. تو برای دیدار دختر داییت زلیخا آمده ای. چه اشکال دارد؟
از تو و فرزندت سپاسگزارم. اگر نبودید فریب زلیخا را خورده و دستم را به خون پاک و شریف این جوان آلوده می کردم. من هم نمیدونم تو چگونه سخن گفتی؟ نمیدانی زلیخا چه حالی داشت؟ کودک 6 ماهه حرف زد؟ من خودم شنیدم. اگر این خبر در همه جا پراکنده شود چه کنی؟ میگویند مدت‌ها در پی او بوده. من خودم در قصر شاهد بودم. وقتی سخن از یوزارسیف به میان آوردم، زلیخا به شدت ناراحت شد و میهمانی را ترک کرد. همه شهر سخن از این رابطه میگویند. با آن همه کبر و غرور که هیچ مردی را لایق اعتنا نمیدانست، حال خود را به پای برده افکنده است. همسر آمون، خدای بزرگ مصر و الهه معبد، خود را اسیر یک برده ساخته، آن هم یک برده بیگانه گوسفند چران. این ننگ بزرگی است و باید عالی جناب آنخمو و کاهن اعظم نیز از آن باخبر شود. زلیخا و پوتیفار نباید از این حادثه به راحتی عبور کنند. آری، حیثیت و اعتبار زلیخا و پوتیفار در گروه این حادثه است. اگر نگفتم میخوام تنها باشم، برو!